برای یگان کس جواب نمیتیه. فردوس قنش بزنه منم باشم میرم در ارتش اسرائیل خدمت میکنم، یگان پرابلم ندارم. بعضو مادر تا تجاوز کیسه است میخواد برای یهود گپ میزنه. خواهر مادر تا گپ یهود رفته است. چند تا مسلمان کشتی؟ یگان مسلمان نکشته است. این قدر یعنی کیف میکنم من در خبر زده سای میگم که امی یهودا اگر کار کنند بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودیو من آمادم برای همکاری کردن تو و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارات اسرائیل آماده هم برای دادن. چقدر فهمیدی؟ من آمادم که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم، بزرگترین سفارات دنیا را برام با همین نتانیاهو را بکنیم. من آمادم، من راضیم. علاقه زید چی دیپلماتی با اسرائیل آماده برقرار نمودنم. به خاطر چی؟ به خاطر میگم را پرابلم ندارم. من با یگان یهود پرابلم ندارم. با تکرار کرده هستم آماده ام با دولت اسرائیل همکاری کنم که برند تاجیکستان آزی جهاد مقصد نمیکنه. نه که باید